تا میشه؟ من 150. صفا هم البته بال ماره، مسئولیت ها هم بال ماره کلانشون آدم باید مواظبی کل از این چیزا باید باشه. خود که باشه هیچ چیز در نظر آدم نمیاد دیگه. آدم به غم هیچ چیز نیست، فقط یکی بار روز در جا پوتلی بازی کنم، در جا شقای بازی کنم، در جا چرخلای بازی کنم، در جا توپ بازی کنم، در جا فوتبال کنم، در جا فوتبال کنم. نویشتتان باشد دوستای عزیز. ما وقت امروز در کارخانه اندوم، در کارخانه خواستم که از ساحه کارخانه بخششیم یک چخنه ویدیو بگیرم دوستا. این دوستا ما و آقا مهدی هم دیم در کارخانه. سلام و درود بر دوستان عزیز. این هم فضای داخل کارخانه. آردیم قنجق آقا مهدی ماریم سیل نی چهار طرف را. آقا مهدی هم سعی کنه. طیب قاسمی متولد منطقه آببرده سنگ ماشی ولسوالی جاغوری. او دروس مکتب را در لیسه عبدالغفور سلطانی به پایان رساند. سپس در کارخانه پدرش مصروف کار شد. سالهای زیاد در آنجا کار کرد. او سرانجام 1 سال قبل نسبت به وضعیت و شوق راه مهاجرت را در پیش گرفت. مدت 1 سال بود با خانم و دختر خردش در کویته پاکستان زندگی میکرد. طیب تلاش میکرد پیش از رفتن به کشور مقصد مهارت‌های جدید بیاموزد، اما او پیش از رسیدن به کشور مقصد در شب عید رمضان توسط شلیک مرمی در کوه مریاباد کویته به شدت زخمی شد. سپس در شفاخانه‌ای در شهر کویته جان داد. پیکر بیجان او را در زادگاهش جاغوری آببرده به خاک سپرد. دوستای نازنین خدا حافظ همگی.